خسرو خوبی شما؟ من خوب هستم. متوجه هستیم؟ احتمالا شما از نظر اعصاب و روان عصبی دچار مشکل هستین و چند سالی که دارین تبابت میگیرین نتیجه نگرفتین. این روی اعصاب شما تاثیر گذاشته. پیشنهاد من به شما اینه که شما باید از نظر اعصاب و روان دوتاتون به یک دکتر روانپزشک مراجعه کنید. خسرو یا خدا این چه گپه؟